مدافع روزنامه‌نگار بازداشت شده زفقبک سیدامینی روز 26 اکتبر پس درهای بسته و به حضور پیوندانش ادامه کرد. معلوم نیست که طرفها چه گفتند و چه شنیدند. وکیل مدافع بعد مرافعه نخواست گپ زند. این خبرنگار تاجیک ماه ایول امسال دستگیر شده به همکاری با سازمان‌های در کشور ممنوع حزب نهضت اسلامی و گروه 24 گمانبر است. خودش قبلا گفته است که به هیچ سازمان و گروه وابسته نیست. هر دو سازمان هر گونه همکاری را با زفقبک سیدامینی را رد کردند. به ابتدا یکی از پیوندانش در مرافعه روز چهارشنبه بعضی از متخصصان اشتراک کردند، ولی از آنها نام برده نمی شود. مرافعه ساعت 9 سر شد. یک سیاستشناس هم آمده بود. ادوکات شناسنامه‌های ما را گرفت و گفت برای شرکت در مرافعه اجازت میگیرد، اما امروز هم شرکت کردن نتوانستیم. افزود امصوبت ما رادیوی آزادی توسط منابعش دقیق کرد که بعضی از متخصصان برای بها دادن به چندین نوشته زفقبک سیدامینی در فیسبوک دعوت شدند. نظر و خلاصه آنها دسترس نیست. سیدامینی در فیسبوک فعال بود و پیوسته نظر و پیشنهادهایش را درباره مشکلات اجتماعی مردم، دین و آیین و مسائل خانوادگی می نوشت. دادرس جوربک شیرینزاده برای رسانه‌ها دسترس نیست و وکیل مدافع هم جزئیات نمی دهد. نزدیکانش گفتند که مرافعه نوبتی زفقبک سیدامینی هفته دیگر برگزار خواهد شد. در همین حال پس درهای بسته و در بازداشتگاه گذاشتن محکمه روزنامه‌نگاران روز 25 اکتبر در یک نشست در دوشنبه بحث شد. خرسندمراد میرزازاده رهبر دستگاه دادگاه عالی تاجیکستان به خبرنگاران آسیا پلوس گفت قانون گذاری در این و آنجا گذاشتن مرافعه سعودی را منع نکرده است. او به سوال به تکرار ژورنالیستان درباره آنکه چرا پرونده چندین ژورنالیست تاجیک در سزا بررسی گردیده گفته است با پرونده ها شناس نیست. اگر پرونده مسائل وابسته به امنیت دولتی باشد خود مقامات تفتیشاتی مور مخفی میزنند. علاوه کرده است مقامدار دادگاه عالی زفقبک سیدامینی روز 8 ایول امسال در شهر وحدت دستگیر و بعدا به بازداشتگاه موقتی دوشنبه برده شد. مقامات پرونده سیدامینی 38 ساله را بر اساس قسم دوم ماده 307 علاوه 3 جمع بست کرده میانه های ماه سپتامبر به دادگاه فرستاده بودند. خبرنگار پیشین تلویزیون تاجیکستان با صحبت‌هایش در شبکه‌های اجتماعی مشهور گشته از زمره آنهای دانسته میشد که تلاش دارند حقیقت‌ها گفته شوند.